حضار گرامی، برادران مؤمن، چون در ماه مبارک رمضان قرار داریم، اما آن چیزی که خیلی زیاد مهم است برای ما در این ماه مبارک رمضان و ما بتوانیم حصه بزرگ از امو خیر کثیر گرفته بتانیم، موضوع تدبر و تلاوت درست قرآن کریم است. از اینکه ماه قرآن نامیده میشه و الله تبارک و تعالی برکت‌های ایما را توسط نزول قرآن افزایش داده. الله تبارک و تعالی در این ماه کتابی که یقینا سبب انقلاب دنیا شده، تغییرات را در افکار و ضمائر مردم آورده، همین کتاب آغاز یا شروعش در این ماه مبارک رمضان شده. مناسب است که مسلمان ها هم این ماه مبارک قرآن با قرآن سپری کنند. عزیزان گرامی، شک نیست مسلمان ها با کتاب الله علاقه و محبت بیشتری دارد، خصوصا در رمضان مبارک. الله تبارک و تعالی خود می فرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. حیثیت و عظمت رمضان مبارک ماهش برای ما طوری معرفی میکنه که عظمت ناشی از نزول قرآن کریم میشه. الله این رمضان در بین ماها کدام عظمت و مرتبه که قائل شده و این خاطر قائل شده که الله تبارک و تعالی کتاب خود در این ماه مبارک رمضان روان کرده. نزول قرآن کریم در این ماه چه تحولی را در انسانیت آورده میتونه و چقدر امی انسانها آماده پذیرش نصیحت‌های انقلابی قرآن است، نصیحت‌های اخلاقی قرآن کریم است. یقینا شکی در این نیست ماهای دیگر و رمضان مبارک به هم تفاوتی داره. روزها یا ماهای دیگر شیطانای مرده یا سرکش اعلام باشند، دروازه های جنت مثل که در ماه مبارک رمضان باز می باشه اونطور باز نمی باشه. الله تبارک و تعالی در این ماه خود رحمت خود فرو می فرسته. بندگان الله تبارک و تعالی آماده پذیرش خیلی زیاد برای قرآن کریم می باشه. از خاطر حیثیت قرآن کریم یا تلاوت قرآن کریم یا مقام و منزلت قرآن کریم در ماه مبارک رمضان بیشتر است. الله تبارک و تعالی متصل اینمی کلماتی که رمضان توسطش خجسته و مبارک شده نزول قرآن است، لیکن هدف قرآن هم بررسی میکنه و بیان میکنه تا ما بتانیم قرآن کریم که در این ماه آمده و این منزلت به ماه مبارک بخشیده ای از کدام ناحیه است، ما انسان ها چی بکنیم. الله میفرماید شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى. دو موضوع را الله تبارک و تعالی در اینجا انگشتنما میکنه. یک موضوع است که قرآن هدف و مقصدش بیان میکنه که هدى للناس، برنامه جامع هدایت انسانی هم برای سعادت دنیا و هم برای سعادت آخرتشان کتاب الله تبارک و تعالی قرآن کریم است. او چرا نباشه؟ کتابی را که الله تبارک و تعالی روان کرده، کلام الله تبارک و تعالی است. تمام زندگی انسان در این قرآن کریم بازگو شده، روش انسان در اینجا معلومات میشه و در این کتاب الله تبارک و تعالی میتونه انسان تمام عقاید و اعمال خود پیش بکنه. بیایید عزیزان گرامی، یقینا این موسمی است، این فرصتی است که الله تبارک و تعالی برای بنده خود مساعد ساخته. بنده خدا میخواه رحمت بکنه، بنده خدا میخواه شفاعت بکنه. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما نقل میکنه، پیغمبر علیه الصلاة و سلام میفرما روزه و قرآن سفارش میکنه، شفاعت میکنه. انسان که هر قدر تلاش میکنه بازم خطاها و بازم نقصانات در عبادت ما پیدا میشه، بعضی اوقات میشه از ما لغزشایی باشه. از همون خاطر مهمترین چیزی که همه طرف دست و پای بسته شده، دروازه ها بسته شده، یک دروازه را امید داری، یک دروازه را طمع داری. خبر داری کدام دروازه است؟ دروازه شفاعت. در هر حالتی که هستی در این فکر هستی که شاید شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم متعلق بم صورت بگیره و ما از این تکلیف دور شوم، از این جهنم برایم. در او تو روز کمال دنیا هر قدر باشه و در مقابل او عذاب و فدیه داده شود قبول نمیشه. اما امیر رمضان تو امی کتاب الله برای تو شفاعت میکنه. چی شفاعت میکنه؟ چه قسم شفاعت میکنه؟ روزه میگه ای الله تبارک و تعالی من منع کرده بودم ایرا از خوردن، منع کرده بودم از خواهشات، هر خواهشاتی که داشت او زیر پا کرده بود، فقط به خاطر تو، کسی دیگری هم نبود، سرش کدام پلیس نبود، ولی خوف و خشیت الله تبارک و تعالی در قلب بود. او ما یستعام و از خواهشاتش منع کرده بودم و این واقعا منع شده. الله مرا در موردش شفی بگردان، یعنی سفرش مرا قبول کو. قرآن میگه ما ایره در شب منع کرده بودم از خواب،
پس مرم در مورد ازی شفیع بگردان. ای بیخوابی ما و شما، این ساعتای ما و شما با وصفی که ابلیس لعین بسیار وسوسه های گوناگون میکنه. گاهی در دل آدم میپرته که حالی اگر 2 ساعت تراویح بخوانی بعد از او خواب میکنی 2 بجه بخیزی 1 ساعت خواب پوره نمیشه، سبا دیوانه میشی. اشکره مردم، دیوانه آدم نمیشه. این وسوسه های شیطانی است. الله تو قوت میده. تو یک وضوئی که میکنی الله پوره میکنه خواب تو را. تو در یک عبادت که الله که استاد میشی الله برات قوت میده. وسوسه های شیطانی را در قلبتان را نده. این شبهایی است که واقعا باید قرآن تو را مصروف بسازه. با قرآن تو باید سپری بکنی ساعتها را و بسیار با میل و محبت کتاب الله تبارک و تعالی را بشنو که ما حق کتاب الله را ادا بکنیم. عزیزان گرامی، و یقینا سلف ما دانسته بودن قدر قرآن کریمه و حق تلاوت قرآن می دانستند که قرآن چه قسم خوانده شود، چه فواید عظیم گرفته شود و ما از قرآن چه درسای عظیم بگیریم. یقینا قرآن به این خاطر نامده که بربرک خوانده شود، تدبر در معانی قرآن شود و ما بدانیم که قرآن چه انقلاب و تغییر در وجود ما میاره. چه ماهی هست، کدام ماهی هست؟ ماهی که ما یقینا گناههای خود در پیش رو بگذاریم. اگر دیگه قسم گریانی ما نمیه دیگه خود گریانی ما میه که نعمت الله را یاد بیاریم. حسن بصری رحمت الله علیه ای آیت قرآن تلاوت میکرد و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها ان الله لغفور رحیم. تکرار کرد گریان شروع کرد. چرا نعمتهای عظیم الله در وجود توست. تو در مقابل نعمتهای الله چی کرده ای؟ چه عبادتی انجام داده ای؟ بارها براتان گفتم یک نعمت چشم، یک نعمت زبان، یک نعمت دست، یک نعمت گوش، اعضایی که در وجود توست و ارزش و قیمتش جهان پورا کرده نمیتونه. الله بری تو بخشیده ولی تو سری اعضا چه عملی را انجام دادی، چه کاری را کردی و چه عبادتی به الله تبارک و تعالی پیش کرده ای؟ یعنی که نعوذ بالله تمام روز در معصیت سپری کرده ای. بدان برادرم این ماه مبارک رمضان است و الله خود رجوع بکن، نعمتهای الله را بشمار، گناههای تا پیش رو بیار و بعد از به الله بگو ابوء بنعمتك علی و ابوء بذنبی. یا الله من اعتراف دارم، رجوع میکنم به اون نعمتی که تو مولای ما کردی و ما رجوع میکنم الله به گناههای خود به تو رجوع میکنم. الله غیر از تو بخشنده دیگه کس نیست. الله این رمضان سبب مغفرت و سبب کفاره همه گناههای ما بگردانی. آینده ما انسان درست باشم، انسان متقی. هدف روزه لعلکم تتقون بود، به خاطر که شما تقوا را حاصل بکنه، با تقوا آشنایی پیدا بکنه، امو هدف ما پیدا شود. عزیزان گرامی، یقینا الله تبارک و تعالی احسان بزرگ داره. این ماه مبارک رمضان سبب ازدیاد نعمتایش، سبب ازدیاد مغفرت و بخشش بر ما گردانیده. بیایم ما بخشش را برای خود بگیریم، ما پشت ازی بگردیم که یقینا قرآن و روزه از ما خفه نشود، روز قیامت برای ما شفاعت بکنه، نه اینکه نعوذ بالله اونجا شکایت بکنه. یقینا که عمر رضی الله عنه میفرماید ان الله یرفع بهذا اقواما و یضع بآخرین به آخرین. به این کتاب الله تبارک و تعالی بعضی قوما را الله بلند میسازه مرتبه شونه و بعضی دیگری که عمل سرش نمیکنه جفا میکنه با این کتاب الله و را ذلیل میسازه، مرتبه شونه پست میسازه. برادرای عزیز، یقینا قرآن هم شکایت میکنه، روزه هم شکایت میکنه. فرا میرسه امو حالت بیای روزی خدا معزز بسازیم، آن چیزی که روزه از ما تقاضا داره امور انجام بدیم، قرآن که چیزی از ما تقاضا داره امور انجام بدیم. در احوال سلف ابن ملیکه رحمه الله شاگرد ابن عباس رضی الله عنهما است و میگه من در سفر امرای ابن عباس رضی الله عنهما بودم. گفت کان یقوم نصف اللیل، ابن عباس رضی الله عنه در نصف شب میخست. چی میکرد؟ وقتی فیقرأ القرآن حرفا قرآن حرف میخوان، باز ثم یبکی، بعد از او گریان میکرد، حتی یسمع له نجیشا، تا ای که آواز گریان از او شنیده میشد. در سفر ابن عباس رضی الله عنه تهجد ترک نمیکرد، او نصف شب میخواست، او باز گریان میکرد و از الله تبارک و تعالی سوال میکرد. ما مردم تلاش میکنیم کدام ساعت قبول شدن دعاست. امروزم یک خواهر زنگ زده بود ساعت قبول شدن دعا، من دیگه 2-3 آدرس دیگه دادم، بهترین آدرس. من گفتم چی موقع خوب است؟ در 2 بجه میخیزه، 15 کم 1:15 بجه میخیزه، وضو میگیره و بعد از او شروع میکنه، یا پس شوی را پیش یا بعد از او میکنه، خدا عبادت الله مشغول میشه. آخرین حصه شب حصه است که الله تبارک و تعالی امو رقم که لایق شانش است نزول میکنه و آواز میده که کیست که از ما بخواه.
کدام سائل است که از من سوال بکنه که من برش بدم برادرم مشکلی داری، ضرورتی داری، بهترین موقعش است. و خیز در نصف شب وقتی صحابه در سفر نه ترک نمیکنه تهجد خدا، ما تو در رمضان مبارک چه قسم ترک بکنیم، چه قسم 2 رکعت نماز خواندن نتونیم، چه قسم به الله خود عاجزی نکنیم، نکنی خوابا را کردیم، نکنی راحت ها را ما بسیار کردیم، 11 ما را ما خواب کردیم و چیزی در دست نآوردیم. ای عبادت الله تبارک و تعالی را بکنیم.